اهل توحید، ای پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیایید با هم دیگر کمک بکنیم، هم دیگر را یاری بکنیم و از احوال هم دیگر با خبر بشیم. علل خصوص من برای خودم نگفته ایستادم، قسم به نام الله ای اهل توحید، من با این سخنها را گفته ایستادم که من حالا راه طالب علمی رفتن در اومدیم، لیکن امروز طالب علم های هستند که صدها درجه بالا هستند از ما و اما حالت های آنها را میبیند این قلب ها گریه میکند. قسم به نام الله، از طرف پولی مالی و از طرف دفاع نکردن شما ای اهل توحید که این ابو صحیب و این قناعت و محمد شریف و امثال اینها اوکی این برادرهای ما را تهدید میکنند. لا تجزعی يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهل التوحید و مسلمان ها، الله همه شما را حفظ بکند و در پناهش نگه بدارد. در این روزی که روز غربت برای مسلمان ها است، روزی هست که به آزار و اذیت مسلمان ها امروز کفار و مشرکین و مرتدین لذت میبرند از قتل شما، از نابودی شما و پیش دین را گرفتن و حقیقت توحید را به پوشانیدن. امروز مرتدین کفار و مشرکین لذت برده ایستادند و در مقابل لذت مسلمان ها، در مقابل لذت کفار، مسلمان ها در آزار و اذیت هستند، خونجیگر هستند و کودک ما گریه دارد، پیر ما گریه دارد، نوجوان ما گریه دارد. به سبب بسیار آزاری کفار مشرکین و علل خصوص مرتدینی که با لباس اسلام مسلمان ها را امروز ضربه زده ایستادند و نابود کرده ایستادند و به طواغیت شب و روز فروخته ایستادند. و الله سبحانه و تعالی این امتی غریب را و این امت غم دیده را از الله سبحانه و تعالی میخواهیم که نصرت بدهد و عزت از دست رفتهشان را باز بگرداند. که الله ذوالجلال به من شما را گفت که در سوره حجرات آیت 10 الله ذوالجلال میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. جز این نیست که مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان دو برادر خیش صلح کنید و از الله بترسید تا بر شما رحم کرده شود. و ما مسلمان ها، مؤمن ها و مؤمن زن ها با همدیگر برادر هستیم و در این روز غربت برادر همدیگر بودنمان را فراموش نکنیم که ما با همدیگر برادر هستیم. حتی از برادر خونی که او به اسلام و به توحید چنگ نزده است، برادر ایمانی این هزارها مرتبه افضل است و خوبتر است و بیشتر است. با این محبت حقیقی داری و با او برادری خونیت
کینه و برادر خونیت که به توحید چنگ نزده است حالا مسلمان نشده است، با او امر الله همین است که کینه و بغض و عداوت بکنید و بدشون بینید و این امر الله است. و امروز می خواهم که ای اهل توحید این جمله که الله گفت، این سخنی که الله گفت، این آیتی که الله گفت انما المؤمنون اخوة، به تحقیق مؤمنان برادری همدیگرند. این فقط در زبان نیست، در گفتن این نیست که من با تو برادر هستم. مؤمنان با همدیگر برادر هستند. این معرفت نیست. این آیات ها به ایمان آوردن. ما ایمان را آموخته ایستادیم. امروز ایمان این عمل است، در قول است. همه با هم جمع بشود بعد ایمان است. و امروز من شما وظیفه دار هستیم که این برادری خودمون را با قول و با عمل تقویت بخشیم، زنده بکنیم تا اینکه الله ما را نصرت بدهد، تا اینکه الله به ما کمک بکند، تا اینکه عزت از دست رفته من شما را الله بازگرداند. و به گفتن این فقط تبسم نیست. این گفتن این که تو برادری من هستی، مؤمن برادری مؤمن است و دفاعش را ترک کردن، به او کمک نکردن چنین نیست. این برادری نیست. برادری این است که باید به برادرت کمک بکنی. و مسلمان ها با مسلمان ها چی است گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ در فتح الباری جلد 5 صفحه 116 می آورند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مسلمان برادر مسلمانش است و نباید او را برادر مسلمانش را آزار و اذیت بدهد و نباید او را با کمک نکرده او را به حال خودش ماند، بیاری او را نماند. حتما باید برادرش را یاری بکند. انا همین است این انما المؤمنون اخوه که و این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم را ابن کثیر در تفسیر انما المؤمنون اخوه می آورد. مسلمان بر مسلمان چی است؟ برادر است و برادری این است که مسلمان دیگری را آزار و اذیت ندهد و مسلمان دیگری را از یاری کردنش دست نکشد، باید حتما یاری بکنه. و در حدیث دیگر که مسلم رحمه الله روایت کردن که میگویند الله یاری میکند تا اون زمانی که به یک مؤمن یاری میکند تا اون زمانی که او مؤمن به برادرش یاری میکند. که و ما از این حدیث های بزرگ، این حدیث را امام مسلم تحت رقم 2074 روایت میکند. ما میخواهیم که الله ما را نصرت بدهد و میخواهیم شب و روز دعوا میکنیم که الله ما را نصرت بدهد. راه نصرت، راه این که برای ما الله یاری کند، الله گفته ایستاده است که الله کمک میکند به بنده‌اش تا زمانی که
همین بندهش به برادرش یاری بکند. الله اکبر، الله اکبر. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادر همدیگرند. این است که مؤمن به برادرش کمک بکند و از یاری و کمک کردن به برادرش دست نکشد. این برادری است، این تقاضای الله است. ای مؤمن ها، بیایید به کمک همدیگر چنگ بزنیم، یاری همدیگر رو بکنیم تا اینکه الله برای ما یاری بکند در دینمان، در دنیایمان، تا اینکه الله ما رو نصرت بده. ای اهل توحید، بیایید امروز هر یکی من شما از خود سوال بکنیم که آیا امروز به برادرم یاری کردم که الله بر من یاری بکند؟ هر یک انسان آیا سوال باید کرده شود، هر یک انسان از خودش که امروز حداقل در حق خواهران و برادران اسیرم دعای کردم؟ آیا به برادر و خواهر مظلومم دعا کردم در حقش که یا الله یا الله یا ربی یا ربی، من قدرت قوت ندارم به یاری کردن، اما تو رب عرش عظیم هستی و من بنده تو هستم و پرگناه هستم، یا رب ما یا رب ما یا الله، آزاد بکن این برادر و خواهرهای مظلومه ما را از اسارت کفار مشرکین مرتدین. حداقل دعا کردی ای برادرم و خواهرم. هیچ کار نتوانی، دعا از دستت می آید. دعا بکن در حق برادر و خواهرت که انا همین کمک برادرت است. از الله کمک خواستن است و بزرگترین کمک کننده این الله است. به هر کسی که الله کمک کرد، یاریش داد، نصرتش داد، اون نصرت و یاری رو کسی از او دفع کرده نمیتونه. بارک الله فیکم. و در حدیث دیگر در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید اذا دعا المسلم لأخيه بظهير الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر وقتی که یک مسلمان و یک مؤمن دعا میکند در حق برادرش در حالتی که برادرش در نزدش نیست، در غایب است، و ملک میگوید آمین و همچنین بر تو امروز به برادرت دعا میکنی و به خواهر اسیرت و برادر اسیرت و برادر مظلومت دعا میکنی که الله الله نصرتش بده، کمکش بکن، ثابت قدمش نگه بدار، آزادش بکن. و همچنین ملک میگوید آمین و بر تو نیست و با دعای خودت هم به برادرت و هم به خودت یاری کرده است. ای اهل توحید، ای اهل توحید، ای مسلمان ها، چرا امروز ما فراموش کردیم؟ چرا فراموش کردیم کمک مسلمان را که این از ایمان است، این از مسلمانی است؟ و سبب کمک مسلمان دیگر الله من و شما را کمک میکند. چرا فراموش میکردیم؟ ما انشاء الله صحبت میکنیم در دوام صحبتمون که کمک چگونه است، که امروز بسیار برادرها کمک کردن برادر رو هم خطا فهمیدن یا نفهمیدن که همین عمل کوچکش این کمک به برادر است، پشت او را خالی نگذاشتن است. که امروز از این نفهمیدن من شما که برادریم و کمک ما کمک چی است به برادر، کفار مشرکین و مرتدین استفاده کرده ایستادن اهل توحید. و من شما که پشت برادرمون رو رها کرده ایستادیم، کفار مشرکین به فرق سر برادرمون
و خواهرمان هم با شمشیرش زده ایستاده است و در برابر این به شمشیر به پشت سر من شما هم زده ایستاده است. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مسلمان به برادر مسلمانش مثل یک بنا است که بنا میکنید یک خانه را رشتهایش را میگذارد که همدیگرش را میدارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، که این همین رشتها یک دیگریش را میدارد که و این مسلمان با هم دیگر همین گونه است که رشت پایینی را بگرفتی می افتاد رشت بالاگی، بنا نابود می شود. یک تگی بنا نابود کردی بالای بنا نابود می شود. و مسلمان بر مسلمان چنین است، مؤمن بر مؤمن چنین است. اهل توحید، چرا امروز ما فراموش کردیم؟ چرا به خیال ما نمی بیاید که من امروز به برادرم و به خواهرم چگونه کمک کنم؟ امروز کمک کوچکترین کمکتان رو که حد اقل با سخنتان است دریغ ندارید. شرم نکنید به یاری کردن به برادرتان. با سخنتان برادرتان رو دفاع بکنید. با سخنتان به دلهای کفار ترس را جایگیر بکنید و این سخن شما سبب شود که کفار بترسد و بداند که برادرت تنها نیست، برادرت غریب نیست. تو مثل کوه در نزد در برابر برادرت هستی. خاری که به برادرت میخلد کفار بداند که این خار اگرچه به تو در آمده ایستاده است در اصل به قلب تو در آمده ایستاده است. اگر این خار به پای برادرت در آمده ایستاده است، این خار ای موحد ای مؤمن به قلب تو در آمده ایستاده است و این چیز را کفار مشرکین مرتدین حتما باید حس بکنند. حتما باید بدانند که خار به پای برادرم خستی، این خار به قلب من است. این دردش سخت‌تر از این که به برادرم خستی. چگونه ای که حباب را رضی الله عنه وقتی که نامردانه مشرکین چیکار میکردن؟ میبریدن گوشت های بدنشان را یک یک، خونهایشان خونشار میشد و میگفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنامی بکن، ما تو را آزاد میکنیم. حباب میگفتند من دوست ندارم که من در آرامی باشم و خار به پای پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمده باشم. من را دوست ندارم در حالی که کفار میبرید بدنشون. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مؤمن و مسلمان برادری مثل یک بنای است. بنا با هم دیگر بنا است که یک چیزی تنها خودش بنا شده نمیتواند. الله اکبر. ای اهل توحید، ای مسلمان ها، اگر من شما برادرمون رو دوست نداریم، الولاء والبراء، با برادرمون دوستی نکنیم و در قلب من شما برای برادرمون کینه و عداوت باشد، حتما بر ضدش محبت کفر و شرک و اهل کفر و شرک می آید. در این قلب دو چیز یک جا شده نمیتواند. یکیش میگه یا محبت برادری، دوستی، یاری برادرت، کمک برادرت، یا که محبت کفار مشرکی. ای اهل توحید، ای غریب ها، ای کسانی که در این روز غربت
توحید و غربت مسلمان ها نترسیدید. ای جسورها، ای شیران الله، ای کسانی که اگرچه خودت را غریب بدانی، تنها بدانی، بی قوت و بی حمایه بدانی، بدان که تو یک مثل کوه جسور هستی، تو از کوه بزرگ هستی. زیرا که وقتی که قرآن به کوه پیشنهاد کرده شد، قرآن این را قبول نکرد. و اگر این قرآن الله میگوید که به کوه نازل میشد، کوه پاره پاره میشد. و اما این چیز بزرگ را تو برداشت گرفتی، گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله. من این کلمه را میگویم اگرچه تمام دنیا بر ضد این کلمه باشد و این اگرچه تمام کفار مشرکین بر من دشمن باشد. حسبنا الله و نعم الوکیل. ما به الله توکل کردیم و بر ما کفایت کننده الله است، دفاع کننده الله است و او صاحب عرش بزرگ است. ای جسور، ای شیر الله، امروز با دفاع کردنی برادرت، با کمک کردنی با برادرت نصرت بدید دین الله. دین الله را نصرت بدید ای اهل توحید، با یاری کردنی برادرت. و دست نکشید از یاری برادرتون تا اینکه الله شما را هم کمک نکند و مسلمان ها باز ضعیفتر بشوند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم باز در حدیث مسلم میگویند که دوستداری، رحم کردن و غمخواری کردن برای برادرت این است که وقتی که یک طرف جسم تو درد میکند، دیگر ملکوله های جسم تو، دیگر طرف جسم تو میخواهد که این جسم دیگر طرف جسم صحت بیابد. زیرا که به آزار یافتن یک طرف جسم، دیگر طرف جسم هم آزار و اذیت می‌یابد. و موحد و مؤمن چنین است. یک بدن یگانه است که یک طرفش درد بکرد، دیگر طرفش درد میکند. به پا خور خسته میکند، قلب درد میکند. یعنی توحید، بیایید امروز به برادر و خواهرمون کمک بکنید و کمک خود را دریغ ندارید. و الله گفت در سوره محمد آیت هفتم، الله ذوالجلال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ای مؤمنان، اگر الله را نصرت دهید، الله شما را نصرت می‌دهد و قدم‌هایتان را ثابت می‌کند. الله اکبر، الله اکبر. در حدیث های گذشته بخواندیم که الله شما را نصرت می‌دهد، کمک می‌کند تا همان وقتی که پشت برادرتون را رها نکنید، تا وقتی که شما در کمک برادرتون هستید. و الله گفته است که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. یا
ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمن ها، اگر الله را نصرت دهید الله شما را نصرت میدهد و قدم هایتان را ثابت میکند. بیایید دین الله را نصرت بدهیم با نصرت دادن برادرتون، با دفاع کردن برادرم، با کمک کردن برادرم دین الله را نصرت بدهیم. اهل توحید مؤمن ها که کمک کردن برادرت این سبب این است که الله مرا تو را کمک بکند و من شما دین الله را کمک بکنیم، دین الله را به مردم برسونیم. بارک الله فیکم. و در دیگر آیت میگد که الله در سوره آل عمران آیت 103 میگد که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به حبل الله، بر اسمان الله، به دین الله چنگ بزنید، ولا تفرق، تفریقه نکنید. تفریقه همان وقت آغاز می شود که اکثر وقت انسان های مسلمان ضعیف می شود و کفار بر بالای مسلمان ها حمله می کنند. در حالت ناچاری یک دیگر نافهمی ها بسیار می شود. در حالتی که الله یاریش را، کمکش را گرفت از بالای مسلمان ها، بعد تفریقه، نافهمی، جدال و خرخشه سر می. ای اهل توحید، ای مسلمان ها، امروز من برای شما چی گفتنی هستم؟ امروز برادری داریم که خیلی با قوت است، جسمان با قوت است، شب و روز ورزش میکند و میتواند که 1 2 3 4 5 یک نوخلف رو به جایش بشیناند. ای برادری ورزشکارم، کمک تو بر مسلمان این است که آزار و اذیت برادرت رو میبینی و تو انا همین قوت رو صرف میکنی به یاری کردن برادرت، با ترسانیدن دشمنی برادرت. و انمی قوت برای همین است. و وقتی که تو این قوت رو فقط برای خودت صرف کردی و رها کردی پشت برادرت رو، پیامبر گفته که تا اون زمان شما را الله کمک میکند که پشت برادرتون رو رها نکنید. برادرت که یک طالب علم است، یک برادرت که حق را گفته استاده است، آن را وقتی که دیدی که آزار و اذیت داد این منافقین مرتدین از مدخلی ها و جهمی ها و آزیری های صوفی، این قوتی که این ورزشی که شب و روز کردی و آخر این ورزشت خواب نکردی و بدنت را تیار کردی، این قوت را امروز به دفاع یک مسلمان مظلوم صرف بکن. و چی عجب چیزی است، حالتی است، عجیب است که مسلمان ها باید تدبر بکرد با این چیز. عجیبی همین است که وقتی که یک پولدار، برادر پولدار یاری نکرد، دیگر برادر فقیر از او میرنجد. و اما انمین برادر فقیر خود با قوت است، جسمان با قوت است و میتواند که دفاع از برادرش کند، برادرش رو نمیکند و یک بار تدبر نمیکند که این برادری که برادر من پول مال داشت این کمک نکرد بر من از این آزرده شدم. و اما خودش حالتش رو برادر فکر نمیکند که امروز تو پول نداری، با پول کمک کرده نمیتونی، اما جسمان برادرت رو دفاع کرده میتونی و برادرش رو دفاع نمیکند و یک بار فکر هم نمیکند که وقتی که یک برادر پول دارم برای من یاری نکرد، من از او رنجیدم،
اما چرا امروز وقتی که از او رنجیدم نباید اینکه مثل او برادر پولدارم رفتار بکنم، بلکه این قوت و قدرت و یگانه چیزی که من یاری کرده میتوانم با این قوتم به برادرم این رو صرف میکنم. ای اهل توحید، پیامبر صلی الله علیه و سلم را تا اون زمانی که آیت نازل شد صحابگان دفاع میکردند. علما ورثه الانبیا، علما میراثبران پیامبران. و امروز جای خیلی دردآور است به طالب علم‌های اهل سنت و جماعت. میدانید امروز ای برادرهای پولدار قوتدار گپزن که برادرت را به خاطر تطبیق آیات‌های قرآن وقتی که حکم الله و رسولش بروی این زندیقین جهمیه ها مرجعه ها میگوید، اینها را مرجعه ها دسته با هم جمع شده آزار و اذیت میدهند و من شما دهان باز کردگی می نشینیم گویا که این برای ما دخل ندارد، گویا که همین چیزی که او گفت او دین او است به ما دخل ندارد. ای برادرم، من تو شب روز از حاجی میرزا و از دیگر این دین فروشان تقاضا بر این میکنیم که حق را بکنیم. بیایید امروز اون برادرهایی که حق را میگویند دفاع بکنیم. این برادرهایمون رو، این زندیقین مرجعه ها، این جهمیه های کفار تا کی این طالب علمای اهل سنت و جماعت رو میترسانند و به زدن تهدید میکنند و به کشتن تهدید میکنند؟ تا کی من شما خواب می نشینیم ای اهل توحید؟ ما تا کی به اینها فهم میدیم که ای مرجعه های جهمی، ای خبیث ها، ای زندیقین، ای دین فروش ها، ای لشکر های طاغوت، همین رو بدان که به برادرم با چشم بد نگاه کردی چشمت رو میکنم، چشمت رو از جایش میبرم. این فهم رو ای برادرهای ورزشکار کی به این کفار میدید؟ کی به این مشرکین دین فروش میدید؟ یا که این مشرکین دین فروش شب و روز این برادرها رو تهدید بکنند، طالب علم ها رو بزنند، اما شما می نشینید آخر پول ندارید، علم ندارید. الله قوت رو داد است، این قوت رو صرف بکنید. چرا این سخن رو بنده میگم؟ با برادر اهل توحید صحبت داشتیم. این ابو مصعب زندیق به نام قناعت رزبوینیک دین فروش و این ابو صحیب قاتل و این محمد شریف عبدالعلیم دین فروش، اینها بند هستند. برادر میگن که یک برادر اهل توحید طالبید با قرآن و سنت اثبات بکرد که ابو مصعب و این طالب علم‌ها، یکی از این طالب علم‌ها رو اثبات بکرد که این کافر هست، تو کافر هستی، تو مرتد هستی. این برادر رو جمع شدن تا اینکه بزنند، این رو بشکنند، بکشند. والله اعلم این برادر گریخته است به دیگر طرف. ای برادرم، تقاضا از طالب علم میکنی که حق را بگوید، وظیفه خودت را اجرا بکن، وظیفه دفاع بکن این طالب علم را. این طالب علم وقتش صرف کرد به خواندن علم و علم را حقیقت را رسانده استاد است و تو هم امروز بیا دفاع بکن که این زندیقین، این به نام طالب علم، اینها دیده استاده، اینها سردار اوباشان هستند. از یک طرف هم کارگرهای کفار هستند، طواغیت تاجیکستان هستند، از دیگر طرف اوباشانی هستند که طالب علم تو را، طالب علم حقویت را زده استاده است، ترسانیده استاده است، گفته استاده است که اگر تو حق را بگوی من جوغت را میشکنم، ما تو را نابود میکنیم. شما یک بار فکر کردید؟ شب و روز تهدید میکند برادرهایت و شما فهم را بدید، بالاخره فهم را به اینها در هر کجا بدید. بودن شما را فقط در سخن نه، در عمل هم بفهمید و اما با زیرکی، تا اینکه به طاغوت‌ها شما را نسپارند. ترسی به این کفار، ترسی جسمی هم بدید به این دین فروشان، به این کسایی که دینتون را فروختن، حق را به باطل آمیخته کردن. دفاع بکنید.
و ای برادر پولدار، با پولت برادرهای مظلوم و خواهرهای مظلوم را دفاع بکن. و انا همین برادرهایی که از پشت برادر طالب علم و از پشت یک برادر کوچکر میخیزد، اما رفتن به جای پول ندارد، خوردن به جای پول ندارد، تو پولش را بده، کمکش بکن، یاریش بکن، نصرتش بده، تا اینکه این کلمه حق با همین طریق ظاهر شود و کفر و شرک و گویندگان کفر و شرک آهسته آهسته نابود بشود. و این کمک است و این نصرت است. الله اکبر. ای خواهر موحدم، تو شوهر را انتخاب بکن که شوهر موحد باشد و با این یاری بکن به دین الله. و شوهری را انتخاب نکن که گویا تو نمیشناسی، ظاهرا خودش را وانمود میکند که گویا موحد است، در اصل از توحید بوی ندارد. تو را دیدی پولش را، مالش را و حتی سوال نکردی که توحید چی است، و او شوهر نکن. شوهر بکن تا اون زمانی که بفهمی عقیدهش را، تحقیق توحیدش بکن. و اگر از موحدین حقیقی نباشد توش برویش بکن به پول مالش و انتخاب بکن یک برادری غریب درو، بی پول درو، اما اصل دین را دارد، توحید را دارد، دوست می دارد الله و رسولش را. انتخاب بکن، الله برکت میده در زندگیش، کمک تو میکنه، بای تو میکنه، خوشبختترین عائله تو میکنه. کمک هر نمود است. این کمک فقط کمک گفتیم این نیست که پول. کمک با منتشر کردن مقاله های اهل سنت و جماعت، با کانال ها پیشنهادن، با دفاع کردن برادرت. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سختگیر بودن و کسانی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم سختگیر بودن به کفار، به دین فروشان. اویا در اینجا الله گفته است که فقط پیامبر سختگیر بودن، دیگرها سختگیر بودن و دفاع کننده حق بودن. از پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکردن، شب و روز خواب نمیکردن. امروز الله دفاع کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما امروز من و شما وظیفه دار هستیم که این طالب علم ها رو دفاع بکنیم، یاری بکنیم، کمک بکنیم، از احوالشون بپرسیم. طالب علم های اهل سنت برای شما تبسم میکنند، قسم به نام الله، شاید در خونه شون در همه روز چیزی خوردگی نیست، آهی نمیکشند. تو از او حتی قسم به نام الله حتی شکی نمیکنی که من امروز چیزی نخورده است، شاید در خیالت نمیبید. دوره میدانی چگونه صبور هستند اینها اگرچه این طالب علم های اهل سنت و جماعت نگویند برای شما و به الله میگویند و کمک بکن. خودت از پیش خودت برآورده کمک بکن، بپرس حالش را، بپرس ای طالب علم تو حق را گفته استاده، آیا تو آزار اذیت داده استاده است؟ آیا تو را تهدید کرده استاده است؟ بپرس از این طالب علم، بگو من در برت هستم. همچنانه که تهدیدش میکنم بگو، دفاعیت میکنم بگو، به سوی تو با چشم غرض نگاست چشمش رو میکنم بگو، چشمش رو راست میکنم بگو. عبدالرحمن ابن عوف وقتی که به جنگ بدر میروند در دلشون میگذرانند که دو انسان هایی که در برشون میبود که عبدالرحمن ابن عوف با هم دیگر یک برادرهای عظیم جثه دفاع میکرد که به دربرشون در نزدشون چی دو کودک معاذ و معوذ. کودک میبیاید میگوید ای الله را بر من نشان بده، اذیت دهنده رسول الله را بر من نشان بده. مثل کودک آمد عبدالرحمن ابن عوف را چکار بکرد؟ روحیتش بلند بکرد، بگفت ای امک نشان بده ابو جهل را، نشان بده دشمنی الله را.
من شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم را او زبانان و جسمان آزار آورد، مگر صحابه رو قصه‌اش رو نمیخونیم، سیرتش رو نمیخونیم، به خاطر اینکه از او یک برای خود عبرت بگیریم. خوندن این معرفت نیست، ایمان این معرفت نیست. فقط این جهمی ها میگویند معرفت است، این مدخلی ها میگویند معرفت است، این اوزیری های پلید میگویند معرفت است. من تو میگویم که ایمان این قول است و عمل است. بیای اهل توحید کمک یکدیگر رو به هم دیگر دریغ نداریم با اینکه الله بر ما کمک میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفته استادم تو همون زمانی کمک میشوی که برادرت رو کمک میکنی، همون زمانی که برادرت رو کمک نکردی الله تو رو کمک نمیکنه. بیایید همه با هم به حبل الله و قرآن سنت چنگ بزنیم، به نصرت دادن دین الله چنگ بزنیم تا اینکه الله نصرت بده. این حالت ما رو میدونید حالت چگونه حالت است؟ حالت خیلی وزمین است. در خطر شرک کفر است، در خطر جان دیگر چیز است، در خطر اگر با توحید رفتیم این بزرگترین چیز است. اما لیکن با کفر و شرک رفتیم وای بر حال ما. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. به تحقیق حرام کرده است الله جنت را به مشرک، کسی که با الله شرک می‌ورزد، و مأواه النار جایگاهشان جهنم است و ما للظالمین من انصار. الله ظالمان را نصرت نمیده، نصرت دهنده نیست که نصرت بدهد در روز قیامت. اهل توحید ای پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیایید با هم دیگر کمک بکنیم، هم دیگر را یاری بکنیم، از احوال هم دیگر با خبر بشیم. علل خصوص من برای خودم نگفته ایستادم قسم به نام الله ای اهل توحید، من با این سخنها رو گفته ایستادم که من حالا راه طالب علمی به رفتن در اومدیم، لیکن امروز طالب علم های هستند که صدها درجه بالا هستند از ما و اما حالت های آنها رو میبیند این قلب ها گریه میکند. قسم به نام الله از طرف پولی مالی و از طرف دفاع نکردن شما ای اهل توحید که این ابو صحیب و این قناعت و محمد شریف و امثال اینها اوکی این برادرهای ما را تهدید میکنن و شما خاموش میستید. این اوباش های بیدین، ای اوباش های بیدین، به شما میگویم که ابو عبدالرحمن دشمن شما است و دشمنی هم را آشکار برای شما میگویم. همین را بدان که با برادرم دشمنی کردی با من دشمن است. قسم به نام الله ای دین فروشان، ای مسلمان کشا، ای قاتل های خوارج، اینها از یک جهت خوارج تکفیریست هستند. این بنام ابو مصعب، ابو صحیب و این محمد شریف، این قاتل مسلمان ها، این دفاع کننده تجاوز کنندگان مسلمان ها، مسلمان را تجاوز میکند، این مرتدین اینها دفاع میکنند. این وکیل های مشرکین شما بدانید که هر کاری که ما میکنید بر ما رسیده استاده است و ما این را فراموش نمیکنیم تا این زمانی که به الله یگانه ایمان نبیارید. توبه بکنید، گریه بکنید، از کاری کردهتان پشیمان نشوید، بازگشت نیست. ما فراموش نمیکنیم، از هر یک شما میپرسیم، در نزد الله جواب میدید و در نزد مؤمنین هم جواب میدید. از تهدید کردن مسلمان ها ای کفار مشرکین ای دین فروشان دست بکشید که دستهایتان رو، زبانهایتان رو از حلقمشان انشاءالله میکشد این موحدی. فقط ما موحدین باید بترسیم، فقط هراس موحد داشته باشد، باید اینها هم هراس داشته باشد، باید اینها هم بفهمن این زندگی که موحد را تو فکر نکن که برادرش تنها گذاشته است، در برش است برادرش. ضربه تو اول به برادرت قلبش میبیاید،
بعد به او میرسد. او برادرم دشمنی، با من هم دشمن است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با برادرم با همین به خاطر توحیدش دشمنی کردی. الله اکبر، الله اکبر. انشاءالله صحبت رو بسیار نمیکنیم، لیکن اهل توحید تا چی درجه که فهمانیده توانستن فهمانیدن و الله باقی مانده توفیق بدهد به من و به شما و به دیگر برادرها. یاری و کمک مسلمان ها رو با طریق هایی که برای شما بیان بکردیم فراموش نکنید. کمک بکنید به این امت، به خواهر مظلومت، به برادر مظلومت کمک بکنید. و اما این کمکی رو با زیرکی، مثل قدری ها و جبری ها نباشه. کمک رو با زیرکی. زیرکی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه حال استفاده می بودن. فراموش نکنین رو. این گفته ها بر این نیست که سینه رو روی راست شده به پیش این دشمنانت بروی. این دشمنانت نامرد هستند، تو مرد هستی و اینها بوی از مردی ندارند. این رو هم بدان، این رو هم بدان که اهل توحید تو با اینها فکر نکن که اینها مردانه با تو روبرو میشن. همه وقت مشرکین مرتدین نامردانه روبرو میشن و با بازی های اینها، دسیسه های اینها گرفتار نشن. بالاخره من شما باید بیاموزیم بازی کردن با اینها. چگونه ای که او شاعری که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو با شعرهایش آزار و اذیت میداد، صحابگان با زیرکی او رو کارش را تمام کردند و این زیرکی رو بیاموزید از صحابه. و این نامردها همه وقت نامرد هستند. ابو مصعب، ابو صهیب، دیگر. بارک الله فیک.